خوب باشه. مبین پیری هستم. امروز میخوام اولین ویدیوی یوتیوبمو بسازم. حالا اگه بخوام از خودم یه ریویو سری داشته باشم، من رتبه 4 کنکور، رتبه 6 کارشناسی و در حال حاضر دانشجوی MBA و مدرس هستم و عاشق توسعه فردی هم. توسعه فردی که مطمئنم در ادامه مسیر از من خیلی خواهید شنید، یعنی بهش ایمان دارم و مطمئنم که کمکتون میکنه یک لول حداقل به مسیر زندگیتون کمک کنه و بتونه دنیا رو واسه آدما معنادار کنه. واسه این شروع کردم که شروع کنم. میخوام امروز در مورد شروع کردن صحبت کنم. میخوام شروع کنم در مورد شروع کردن صحبت کنم. امروز نشسته بودم یه پیامی توی چنلم نوشتم که قبل از اینکه میخوای بمیری میخوای چه حرکتی توی زندگیت انجام بدی. در موردش خیلی فکر کردم. من آدمی بودم که این شروع کردنی که عاشقش بودم رو داشتم به تعویق مینداختم و گفتم مبین اوکیه، فردا نور میاد بعد شروع میکنی گرفتن، ولی اگر فردایی وجود نداشته باشه چی؟ من میتونم قبل از اینکه بمیرم اون کاری که دوست دارم رو انجام بدم؟ خیلیا 50 سالشون میشه ولی اون چیزی که دوست داشتن رو شروع نمیکنن. اون چیزی که واسش به دنیا اومدن رو امتحان نمیکنن. امتحانش کن. تو به دنیا اومدی واسه شروع کردن و اون کاری که واسش ساخته شدی و انجام دادن. تو به دنیا اومدی که متفاوت بسازی. تو اشرف مخلوقاتی. میخوام اینطوری شروع کنم که اگه یه روز جف بزوس اراده نمی کرد، اگه می ترسید، امروز آمازونی وجود نداشت. امروز خیلی ها اراده نمی کردن، نایکی وجود نداشت، مایکروسافتی وجود نداشت. این چی میگم؟ امروز فیسبوکی وجود نداشت. تمام شرکت های بزرگی که وجود داره یک روزی در حالی که رقیب داشتن، در حالی که رقبای بزرگی جلو راشون بود، شروع کردن. میخوام یه چیزی رو بهت بگم، اینا با امکانات بالا شروع نکردن، اینا با تکنولوژی های بزرگ شروع نکردن، اینا یه جایی فقط شروع کردن. میدونی زمانی که آقای بزوس شروع کرد آمازون رو، فقط ایده کتاب فروشی آنلاین داشت. کتاب فروشی که در مقابلش رقبای خیلی سرسختی وجود داشتن، ولی اون به یه چیز ایمان داشت، اون به خودش، به ایدهش ایمان داشت، به اون چیزی که به دنیا اومده بود و به اون چیزی که خودشو لایق میدید ایمان داشت. اگه اون روز میترسید، امروز آمازونی وجود نداشت. آمازونی که با حداقل امکانات شروع شد، با کتاب فروشی شروع شد و امروز بزرگترین فروشگاه آنلاین دنیاست. میدونی چی میگن؟ اگه من امروز وای میستادم تا فردا، نمیتونستم که این لحظه رو زندگی کنم. میدونی؟ منم از اینجا شروع میکنم. منم از این نکته شروع میکنم، با حداقل کارایی که میتونم انجام بدم. الان دورم رو نگاه کنید، یک نور دارم، یک یه ماشین لباسشویی خریده بودیم،
بعد این کارتونشو به عنوان پایه دارم واسه نور چراغ مطالعم دارم استفاده میکنم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بهت برسونم که یه جایی فقط شروع کردن مهمه. اگه من امروز میترسیدم دارم با خود 2 سال دیگه هم صحبت میکنم. اگه من امروز میترسیدم و شروع نمیکردم 2 سال دیگه من اون شخصی که 2 سال دیگه وای میستم نبودم. میدونی همیشه توهم بهترین بودن وجود داره. همیشه توهم بهتر بودن تا شروع کردن وجود داره. همیشه توهم شنبه بودن، حال خوب داشتن تا شروع کردن وجود داره. همیشه توهمات زیادی وجود دارد. ولی رفیق، تو زمانی میتونی موفق بشی که همین الان شروع کنی. شروع کن. شروع کن، اشکال نداره. اولش سخته، اولش ممکنه درد بکشی، اولش قرار نیست همه چی اوکی باشه، ولی تو شروع کردی. آدمای شجاع دنیا رو میسازن. میدونی تو وقتی که توی این شرایط شروع میکنی داری میگی من آدم معمولی نیستم، چون معمولی ها موفق نمیشن، معمولی ها هم معمولی میمانند. آدمای متوسط معمولی میمانند. کسایی که تشنه موفقیت هستن و عاشق لول اپ شدن و بالا رفتن و بزرگ شدن و حال خوب دادن به آدما، معنا در دنیا ایجاد کردن هستن، به اون نکته میرسن. میدونی من امروز که دارم شروع میکنم، میدونی کیفیت ویدیوم شاید اون حدی که باید نباشه، ولی اشکال نداره، در ادامه بهترین کیفیت رو هم خواهم داشت. ولی الان مهم اینه که شروع کردم و میخوام تا آخرش باش وایسم. میدونی چی میگم؟ پس ازت میخوام یک بار تصمیم متفاوتی توی زندگیت بگیری واسه اینکه اهداف تو زندگی کنی. میدونی یه جایی خوندم میگفت بهترین خاک و ارزشمندترین خاک قبرستان هستش، به خاطر اینکه آدما ایده ها و هدف های خودشونو با خودشون به گور میبرن. ولی من خیلی خوشحالم چون الان دارم زندگیش میکنم. رفیق، شروع کن به زندگیش کردن. یه جایی آدما تصمیم میگیرن که دیگه خود قبلیشون نباشن، یه ورژن جدید، یه آدم جدید، یه انسان جدید، یه کسی که بهش انگار برخورده و میخواد زندگیشو متفاوت بسازه، میخواد وایسه، میخواد پای هدفی که گذاشته وایسه. میدونی چی میگم؟ شروع کن. لیاقتشو داری. تو تا همین لحظه که تو داری گوش میکنی لیاقتشو داری، یعنی فرکانس موفقیت رو داری. تو اینو پلی کردی که واسه بهتر شدن زندگیت یه تصمیم بزرگی بگیری. میدونی چی میگم؟ پس تو لیاقتشو داری. پس یه جایی باید شروع کنی، نه اینکه 100 باشی تا شروع کنی. این نکته‌ای بود که میخواستم درباره شروع کردن در ویدیوی اولم بگم. من مطمئنم که این ویدیویی که گرفتم خیلی ایرادها داره چون ویدیو اولمه ولی اینو بهتون قول میدم که در ادامه مسیر سعی میکنم بهترین و با کیفیت ترین ویدیوها رو در اختیارتون قرار بدم. میخوام اینو بهتون برسونم. اگه دوست داریم و حس خوبی از حرفام میگیریم و باعث میشه لول اپ کنید و زندگی آگاهانه‌ای داشته باشید و حالتون خوب بشه و در مسیر هدف و رویاتون قدم بردارید، پیج منو فالو داشته باشید، یوتیوب منو داشته باشین و اینو با کسایی که هدف بزرگی توی زندگیشون دارن و میخوان زندگیشون رو بهتر کنن به اشتراک بذارید و ممنون میشم نظرتون رو واسه بهتر کردن کارم بهم بگین. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که بهترینا براتون اتفاق بیفته.
مبین تو لیاقتشو داری و انجامش میدی. 2 سال دیگه میبینم کجایی. بهت افتخار میکنم.